روز 27 دکامبر سال 2023 در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آزمون بهترین کارمند زن مقامات کارهای داخلی بین زنانی که در این وزارت در وظیفه‌های رهبری کننده اجرای وظیفه میکنند برگزار گردید. دورهای اول این آزمون ماه نوامبر در عرفه روز ملیته و روز پرزیدنت دایر گردیده به دور نیوی 20 نفر را یافتند. طبق نظامنامه آزمون تحت نظارت حکمان در 4 مرحله سنجشی، کارهای خطی از فن زبان تاجیکی، کارهای خطی از فن زبان روسی، سوالها در دایره فعالیت پرزیدنت امام علی رحمان و سوالها از کتاب مسئولیت رهبر ساختار مقامات کارهای داخلی وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده دایر گردید. هیئت حکمان در برابر سنجش خطی درجه سواد ذهنی و عملی اشتراکچیان آزمون را با پیشنهاد سوالها معین نمود. حکمان بر اساس مهارت سخنوری با 2 زبان تاجیکی و روسی، حاضر جوابی، ملکه رهبری هنگام کار با زیردستان، داشتن دانش‌های تخصصی برای تحلیل و نقشه‌بندی فعالیت خدمتی، آگاهی از فعالیت پرزیدنت تاجیکستان و سندهای تاریخی 6 غالب را معین و اعلام کردند. همین طور جای اول را پلکوونیک میلیتسیا آتاجانزاده نرگس، معاون کارمند قسم حربی 3502 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی، زینه دوم را پلکوونیک میلیتسیا گل محبوبه سردار شعبه سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی در نزد دستگاه وزارت کارهای داخلی و جای سوم را پلکوونیک خدمت داخلی باباجان و شرافت معاون سردار کاتبات ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت اشغال نموده با افتخارنامه و مبلغ‌های پولی جای اول 3000 سامانی، جای دوم 2000 سامانی و جای یکم 1000 سامانی مشرف گردیدند. همچنین پلکوونیک میلیتسیا زبیدالله‌زاده زلفیه سردار شعبه تامینات حقوقی ریاست نظارت تشکیلات وزارت کارهای داخلی، مایور میلیتسیا سفرزاده گلبهار ترجمان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و پلکوونیک میلیتسیا زبیرزاده شعلا سردار شعبه ریاست تامینات مالی تکنیکی و نظامی وزارت کارهای داخلی سزاوار جایگاه افتخاری گردیده با سپاسنامه و 1000 سامانی جایزه سرفراز گردانیده شدند. در قسمت دوم چهاره‌بینی که با اشتراک معاون وزیر کارهای داخلی جنرال مایور میلیته ابراهیم‌زاده ناظم و کارمندان شعبه ریاست‌های مقامات کارهای داخلی دایر گردید، نتیجه فعالیت اساتید شورای زنان وزارت کارهای داخلی در دوام سال 2023 جنبش گردیده وظیفه برای سال 2024 مشخص گردیدند.